الله الرحمن الرحیم. یا بریم. چقدر ماشینش از مال ما خوشگل‌تره. دخترم همینطور. تو خدا این کارو بود نکن. آخرین حرفتو بزن. تو چیکار میکنی؟ موتورم از برق کشیدم. چه ربطی داره؟ الان خواهرم و داداشم میان دهنتو سرویس میکنن. ببخشید وایفاتون رو قطع کردی؟ داداش دستشویی دارم. یه لحظه وایس من با صبح کارم حرف میزنم. داداش با تو هم. داداش دستشویی دارم. وایسا دیگه. آخ کیفمو یادم رفته بیاد. بس زنگ بزنم مامانم بیاد. بله. سلام مامان. کیفمو یادم رفته بیارم سر کلاس. میتونی برام بیاریش؟ ای بابا نمیتونم امروز خالدینا دعوتم باید غذا درست کنم. خب الان چیکار کنم؟ میتونی امروزو بگی کیف نیاوردن؟ آره میتونم. مرسی عزیزم کلاس تموم شد میام سراغت. باشه مامان خداحافظ. خدا. سلام خسته نباشین. من اومدم سراغ پسرم. اینجا چی شده؟ متاسفانه یه پسر بچه کیفشو نیاورده و افتاده مرده. چی؟ فکر کنم پسر منه. آخه به خاطر یه کیف. آره دیگه خانم کلاس آموزشی چتر بازیه.